یه روز با من باش. مرحله اول خرید. شرفش خراب. بعدین خرید کنیم بعد تولد متولد. آپدیت این شده چرخمون. آمدم یه چیزی هم نشونتون بدم از چیزایی که خودم میگیرم. این پافای کینوا من قارچ و خامش رو خیلی دوست دارم. پنیرش رو این بار تازه گرفتم. این سبزیجاتش هم خوشمزه است. گرفتم کم روغنه و خب چون کینوا داره هم پروتئین داره همین که سالم تره. اینم الان جدید دیدم زده مغزدار، نمیدونم مغزش چیه ولی 3 مدل طعم داره، چیلیتایه و پستو و اون یکی نمیدونم چیه ولی امتحان میکنم اینم بهتون میگم چطور بود. یه آپدیت خرید کردیم اونجا اومدیم بعد شستم اونجا هم بفرمایید شام گذاشتم برای خودم بعد اینا اینجا شستمشون. یه دونه کیک تولد باید بزنیم با هم و یه کیک شکلاتی میخوام درست کنم نشونتون بدم. این کیک هست مستطیل میخوام بزنم. اینو از وسط نصف میکنم هر کدومش هم باز 2 قسمت میشه فیلینگ گذاری میشه میاد رو هم و ارتفاع میگیره میشه مستطیل. اسفنجش رو درست کردم فقط مونده فیلینگش بکنیم و خامه کشش. امروز فیلینگش رو میزنم فردا خامه کشی. این کیک ماتیلدارم زدم ببین بافتشو میبینی کاش بشه یعنی لطیفتر از این کیک خودشه. این کیکیه که خودش مرطوبه و شبیه کیک خیسه بافتش که این گاناش هم ما میتونیم برشش بدیم و هم از این لاش بدیم هم روش بدیم ولی من فقط میخوام روش بدم.